صبح داشتم توی خونم راه میرفتم که ناگهان اینو دیدم. حالا این چیه؟ خودم هم نمیدونم. فقط روش نوشته بود آب نارنج. خب بیاید ترکیباتشو بخونیم. صبحی داشتم یعنی همینو که دیدم رفتم از بابام پرسیدم این چیه؟ گفتش آب نارنج. گفتم خودم هم میدونم. همین. خب روش نوشته ترکیبات مساویه آب نارنج طبیعی. مگه آب نارنج غیر طبیعی هم داریم؟ خب متابی سولفید سدیم حتی اکثر 250 پی پی نمیدونم، ما هنوز نخوندیم. خب وزن خالص 10 گرم مساویه 5%. خب من این چیزا سر در نمیارم، برای همین زودتر بریم تستش. خب بچه من اینجاست. اوکی. بازش کردم. باز نمیشه. بذار من چیش کنم الان برمیگردم. خب بچه ها بازش کردم. اینا یه سوراخی ریخت. بریم تستش. مزه آب لیمو میده بیشتر تا آب نارنج، اما خوب بود. برای غذا به درد میخورم و من خوردمش دیگه. تا حالا هیچ وقت از اینا ندیده بودم. از این به بعد به مامان میگم بیاره. خدافظ.